مقامات میگویند شماره صحرالود شده ها در ناحیه اشکاشم از رستنی گلیاتروپ در ترکیب گندم به 39 نفر رسید و اکثر گرفتاران کودکانی از 3 تا 5 ساله هستند. مقامات میگویند احتمالاً شماره بیماران افزایش یابد. حال یک گروه از متخصصان وزارت تندرستی به بدخشان رفتند و وضع را آنجا تحقیق میکنند. از آخر ماه ینور تا دهم فوریه امسال 19 نفر زهرآلود شدند و یک نورس 11 ساله درگذشت. نصری گل نیکوشای و سردار ریاست تندرستی بدخشان روز 12 فوریه به رادیو آزادی گفت ساکنان اشکاشم از 5.5 تن گندمی که از ناحیه همدانی برده شده است 2 تن آرد را خریده استعمال کردند. بر اثر جای داشتن علف زهرآگین گلیاتروپ در زمین گندم و استعمال آرد زهرآلود آنها آسیب دیدند. وی گفت وضعیت را می‌آموزیم و از خوب نیست و وزارت تندرستی متخصصان صاحب تجربه را به اشکاشم فرستاد، گفت نیکوشای. و سخنگوی رئیس ولایت بدخشان گفت اینچنین در میان مردم کارهای فهماندهی صورت می‌گیرد تا از گندم زهرآلود شده استفاده نبرند. از مردم خواستند که آردهای خریده خود را به مقامات سپارند و در عوض به آنها از خزینه حکومت ولایت و صاحبکاران انفرادی آرد داده می شود. بیماری ورم جگر و یا گلیاتروپ سال 1992 در زمان جنگ داخلی و در جنوب تاجیکستان به خصوص در ناحیه فرخار خروج کرد. در آن زمان بیشتر از 8000 نفر در این ناحیه زهرآلود شدند. نه کمتر از 500 نفر جان دادند و هزاران نفر دیگر شفا یافتند.